سگ مصب سیگارم تجیب آدم نم میکشه. یه دست دیگه زدیم؟ 70 تومن تیغ زدی دیگه رو تا کم کن. تو مثل این که امشب زدی به سیم. آره این روحی خبیث شاید هم واسه اینه که تونستی مارسم کنی. ما همه رقم مارست میکنیم شیخ. خیال کردی چی؟ امی اگه تازه دمه یه جفت دب شیشم آسما بریز. تازه دم میرزا، تازه دم چه جورم. اتفاقا پارسال هم این وقتا بود. یه شب من و نقره با کامیون کوبیدیم باز پهلوی به خیال اینکه با قماربازای اونجا بکاویم. منم یه دو نوسکی زده بودم و همه چی خودمون درست کرده بودم و تمیز. شقی اون شب میخواستی ببینی کولاک کردم. خیلی خوش آمد از خودم. همش جفت بالا، همش شیشا بش. خلاصه تا نصفه شب تخته زدیم و یه نصرتی اونجا بود بهش میگفتن فانوس. برداشتم و گفتم فانوس اینا میزنم به طاق ابروی لیلا جنده شهرتون که واسمه رو نکرده هنوز زیر حجابه. عجب رجزی خوندی میرزا. اما نقره در گوشه من گفت نخور، میخوان بیریختت کنن. راستم میگفت. گذاشتم رو میز، نگاه کردم دورم و دیدم علی پهلویچیا عین مورچه ریختن بیرون. حالا ته شب بارونم میاد عین دم اسب. خدایا چیکار کنم چیکار نکنم؟ ده گوش کنده. زبونم مثل چوبه. آمیرزا چی میگی خوشگله؟ میگم که تو با این نقره خوب زیک تو زیک شدی. چطور مگه؟ هیچ آخه اون خیلی خطر. نازه نفسش. نقره آدم ناتویه اینا میدونستی؟ شقی تو باز دست گذاشتی به دنبک نقره؟ تو نواس با اون بگردی یا اینجوری مفت پونسای خودت خراب کنی. من با هر کی دلم بخواد میگردم. صاحب اختیاری اما بهتره کم ملاحظه شیرم بکنی که پدر زنته. اون تنها کسی که این ورا سک و سو میزنه. تا حالا هیچکی نتونسته لک روش بذاره. اما خب که نقره چی؟ قضیهش دخترشو میگفتم. این دیگه رو شده. بو گندشم تا اون ور خاکیان رفته. دیگه داری زیادی حرف میزنی شقی. تو لا کتاب خفه میشی یا نه؟ تو امشب هر چی دلت میخواد بگو اما هوایی دهنت هم داشته باش. الان یه سربنده که با نقره میپلکی درسته؟ همه زام شما رو زفتی میبینم. لابد دخترش هم دیدی. خب حالا منظور هیچی منم یه نظر دیدمش. اقدس رو میگی؟ رتب لامصب. اما برکی هم رکاب نمیده. آره خب اول همه باز دم سیبیلی بابای رو چرب کرد. یه چیزی تو خرخرت گیر کرده داره خفت میکنه شقی. درست میگم؟ بخت میخواد میرزا اما وقتی ما را انگار یکی بسته اون وقتم تو باشی به ما نمیرسه. آدمای بزدل حرفای دو نفش میزنن شیخ. بگو بگو دستتو رو کن. شنیدم دختره تو اون خونه تنها زندگی میکنه. اما نقره عجب خونه ای واسش ساخته. سفال سر، 2 طبقه، آفتاب رو. اینا اون چیزاست که بخل میاره. آمیرزا حالا مرد و مردونه جون ما چند دفعه صفای نشمه را رسیدی. نمیتونی بگی چون حسابش دیگه دستت نیست. بسه دیگه خیلی خوردی.